اسم من شادیه. امروز بخوایم در مورد گل ارکیده صحبت کنیم. گل ارکیده از خانواده ارکیداسه یا ثعلبیانه و امروز تبدیل شده به یکی از محبوب ترین و جذاب ترین گل ها بین خانواده ها. دلیلش هم اینه که این گل علیرغم زیبایی که داره، گل بسیار کم توقعیه و با کمی مراقبت به محیط خون میگیره و دلیل دیگرش هم اینه که گل‌های این گل تا مدت معمولاً 3 تا 4 ماه همینجور سالم و درخشان باقی میمونه. وقتی که تصمیم میگیرین گل ارکیده تهیه کنین، بهتره که به این نکته ها توجه بکنین. اول از همه اینه که موقع خرید توجه داشته باشید به برگ گلتون، دست بکشین روشو، زیرشو و ببینید که نقطه های سیاه یا قهوه‌ای نداشته باشه و برگتون کاملا یک نواخت و سفت باشه، براق باشه. این خیلی مهمه که گلتون سالم و بدون آفت باشه. نکته دیگه اینه که وقتی که گلتون رو میخواین بگیرین، نگاه بکنید به ریشه های گلتون که به حالت سبز، تقریبا میشه گفت مایل به نقره‌ای هستش و سفت هستش این ریشه ها و این یعنی اینکه ریشه ها کاملا سالم هستش. نکته دیگه اینه که معمولا وقتی که شما میخواین گل بخرین، هر گلی وقتی که همه قنچه‌هاش بازه طبیعتا زیباتره، ولی وقتی که شما میخواین گلتون رو بخرین، بهتره که یه مقدار قنچه داشته باشه هنوز، چون شما زمانی که یه گل رو میخرید که همه گلاش باز شده، من الان اینجا گلی ندارم، همه گلاش باز شده، همه قنچه‌هاش، ولی وقتی که تمام گلا باز شده، شما نمیدونین چه مدت زمانیه که این گلا باز بوده. بنابراین ممکنه ماها گذشته تا این گلا باز بوده و وقتی شما اینو میخواین و به خونه میارین، شاید فقط 1 ماه بیشتر این گلا عمر نکنن. و وقتی هم که قنچه داره، میتونین از باز شدن این قنچه ها توی خونتون حسابی لذت ببرین و دلتون به قول معروف قنج بره. گل ارکیده هم مثل همه گیاهای دیگه احتیاج به نور، دمای مناسب، آب، کود و رطوبت داره. دمای مناسب برای گل ارکیده معمولا بین 15 تا 28 درجه سانتیگراد هستش. باید مواظب باشین که توی تابستون یا توی زمستون وقتی که وسایل گرمایشی روشنه مثل شوفاژ و بخاری، گلاتون رو کنار اینا قرار ندین، چون که وقتی که دمای محیط از 30 درجه میگذره، گل ارکیده رشدش خیلی کند میشه و بعداً از بین میره. نور مناسبم برای گل ارکیده، معمولا این گل یه گل سایه دوست هستش و بنابراین باید در نور غیر مستقیم قرارش بدید، یعنی نور مستقیم خورشید براش خوب نیست. معمولا پنجره های جنوبی توی زمستون و پنجره های شرقی یا شمال غربی توی تابستون. برای آبیاری ارکیده یادمون باشه که این گل دوست نداره تا مرز خشکیدگی و پژمردگی پیش بره. بنابراین زمانی که میخواین این گل آب بدین، هم خیلی راحت میتونین دست انگشتتون رو بکنین داخل خاکش و بسنجین که آیا این مرطوبه یا خشکه. معمولا آبیاری بین 1 هفته تا 10 روز انجام میشه. برای آبیاری شما 2 روش مختلف دارید. میتونین که گلدونتون رو در بیارین و داخل یه سطل پر از آب فرو ببرید تا اینجا یادتون باشه آب به این قسمت ها نیادش. یه 5 دقیقه 10 دقیقه باشه و دوباره بردارین که آب از اینجاها خارج بشه و بعد داخل گلدونش بذارین. و یه روش دیگه هم این که همینجور که این گل داخل گلدونه، با پاش بهش آب بدین و بعد گلتون در بیارین و اینو آبشو خالی کنین و بعد بذارید سر جاش. و یادمونم باشه که توی زمستون وقتی که وسایل گرمایشی روشنه،
رطوبت هوا کم میشه، بنابراین نیاز به آبیاری بیشتری پیدا میکنه گلمون. برای کوددهی هم که معمولا کودای گل‌های ارکیده داخل سوپرمارکت ها و مغازه ها همه جا هستش که کود متشکل از نیتروژن، پتاس و فسفره. اونم معمولا یک بار در ماه میتونین بهش بدین، ولی یادتون باشه که وقتی که این گل دارن هیچ وقت بهشون کود ندین، چون باعث ریزش گل ها میشه. و رطوبت هم که گفتیم و این از طرز نگهداری گل ارکیده. هفته دیگه در مورد چگونه اینکه دوباره چجوری گلتون گل بده میخوام صحبت بکنیم. هفته دیگه جمعه ساعت 8:30 شب به وقت استکهلم و 11 شب به وقت تهران. فعلا تا برنامه دیگه، خداحافظ.